زن بودن این مقام است، ولی مادر شدن این مرتبه است. یعنی نتیجه کاری که زن در فعالیت هر روزه خود میکند او را به این مرتبه مادری میبرد و همه زیبایی، همه حلاوت دنیا که آن را در مضمون در یک جایگی بهشت میگویند، بهشت را زیر پای خدام مادران گفتند. این بیهوده نیست، برای آنکه این مرتبه عالی و که درجه عالی که زن رو برداشته است فرهنگ ملی ما در دیگر فرهنگ ها دیده نمی شود. ملت ما در مناسبت به مادر اسلوب خاص خود را دارد و این روز رو روز مادر اعلان کردن نشانداد آن همین است که در حقیقت مادر یک مرتبه است. اگر زن مقام باشد مادر مرتبه است. پس آن هر روزه فعالیتی که مادر میکند به او مرتبه بلندترین، یعنی که مادر را میدهند و همه زیبایی، همه حلاوتی که در زندگی هست که آن را در یک جایگی بهشت میگویند زیر قدم مادران است. و البته همه روزه مردم با مادران مناسبت های خوب میکنند، ولی این روز باز مناسبت خاصه است. این روز مناسبت باید با یک مهر، با یک توجه زیاد و با یک منتداری از مادران باشد. در این روز البته ریاست تندرستی شهر دوشنبه، مرکز تشکل طرز حیات سالم که در نزد آن فعالیت میکند، برای مادران بهترین روز را تمنا میکند که این البته سلامتی است و همه دختران در خدمت مادران هستند تا اینکه سلامتی آنها را نگه دارند و آرزومندم که در این روز طرز حیات سالم یک چیز عادتی برای مادرای تاجیک شود و البته آن روز دور نیست که تربیتی که نسبت به فرزندان میکنند و ملت، آینده ملت انا از همین تربیت وابسته است. یکی از ستونهای بزرگی آن این طرز حیات سالم باشد که امکانات میدهد تا انسان حلاوت سلامتی را برد و در زندگی موفق باشد. دنیا از نظم عبارت است، یعنی که در همه جایی که ما نظر کنیم یک نظم، یک ترتیبات معین عرض هستی دارد. ما میدونیم که دنیا از به ترتیباتی کیهانی با وقوع آمد و آن یک نظم خود را گرفت و در ضمیر مادر تاجیک چنین چیز جا گرفته است که آن کودکی که وقتی تولد می شود و ما می بینیم که بسیار سرسان است، بسیار ناراحت است، دست و پا می زند و آن را لیلک می کنند تا اینکه آرام شود یا که در گهواره می بندند تا عادت کند به نظام، به نظم. سرود الله هم در شعور او انا همین نظمیت، موزونیت را برقرار می سازد تا اینکه هم اندیشرانی، هم انکشافش، هم فکرانیش، هم در آینده اون چیزایی که می خواهد بسازد آنها در یک سیستم نظمی باشند تا اینکه این نظم زندگی کودکی که الله می شنود زندگی او را آسان کند. و البته بغیر از آن این شناختن آواز مادر است. در الله این درس های اولینی هست که کودک می شنود. در الله این آرامی را تامین نمودن به اون است. الله این یک فلسفه بزرگی دارد که آن همش به شعور کودک برنامه ریزی می شود و زندگی خوب و موزون را تلقین می کند.